اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم لعن انسان بعینه او دابت، یعنی باب در مسئله حرام بودن لعنت کردن انسان معین، چی کافر و چی مسلمان باشد. حرام است که انسان معین را لعنت بگویی. او دابت، و همچنین باب در مسئله حرام بودن لعنت کردن چارپا و مرکب و هر چیز دیگر را لعنت گفتن و لعنت کردن حرام و ناجایز می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند از حدیث ها را برای ما و شما تقدیم می کند. پیش از اونه که این حدیث ها را شروع بکنم، اولا میخواهم درباره لعنت گفتن یا خود لعنت چی معنا دارد براتون تقدیم بکنم. که علما میگویند که اللعن هو الطرد من رحمت الله، یعنی لعنت گفتن و نفرین کردن اون رانده شدن از رحمت الهی است. لعنت کردن یعنی که از رحمت الله راندن را میگویند. و همچنین علما میگویند ولا یجوز علی انسان بعینه، یعنی لعنت کردن انسان معین جایز نمی باشد، چی مسلمان و چی کافر باشد، الا اذا ثبت انه مات علی الكفر، مگر هنگامی که ثابت شود که اون انسان با کفر مردگی است. یعنی با کفر، در کفر مردگی باشد، در این صورت لعنت کردنش جایز است. و یجوز علی عموم الوصف، اما جایز است در وصف عموم، مثلا بگویی که لعنت الله علی الکافرین، یعنی لعنت الله بر کافران باد، یا بگویی و لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله بر ظالمین باد. این طور جایز و درست است. اما یک شخص معین را لعنت گفتن و لعنت کردن جایز نمی باشد و درست نمی باشد، چی مسلمان باشد و چی کافر. وقتی میگویی لعنت الله بر فلان کس باد، معنایش چنین است که الله متعال او را از رحمت خیش بیراند و الله سبحانه و تعالی او را از رحمت خود دور بگرداند. پس لعنت کردن این معنایش دور کردن و دور گرداندن از رحمت الهی می باشد. پس شخص معین را لعنت کردن جزو از گناهان کبیره هست، یعنی که گناهی کبیره است که انسان یک شخص معین را لعنت بگوید، اگر هرچند که آن شخص کافر هم باشد. چطوری که ما و شما میدانیم رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که افراد معین را از کافرین، از مشرکین لعنت گفت، الله سبحانه و تعالی آیت را نازل کرد و رسول الله را از این کار باز داشت. اون سوره آل عمران آیت 128 است که الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 128 میگوید لیس لک من الامر شیء، یعنی که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست تو کار نیست جز تبلیغ، یعنی وظیفه تو ای پیغمبر تبلیغ و دعوت است. او یتوب علیهم، الله سبحانه و تعالی بخواهد توبه اون ظالمان و کافران را
توبه اون مشرکین را قبول میکند او یعذبهم یا الله بخواهد اونها را عذاب میکند فانهم ظالمون پس اونها ستمگار و ظالم هستند. یعنی که الله سبحانه و تعالی در این آیت پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را از لعنت کردن شخص‌های معین باز داشت. حتی اگر مشرک و کافر هم باشد نباید شخص معین را لعنت گفت، زیرا که از گناهان کبیره به حساب می رود. اما اگر در کفر بمرد در این صورت جایز است که اون را لعنت کنی. اما از لعنت کردن چی فایده؟ حاضر کافر ما بگیم لعنت بر فلان کافر مردگی باشد، چی فایده؟ آیا یگان فایده هست؟ نه، فایده نیست. پس جایز هست لعنت کردنش، اما لعنتش نمیکنیم، دیگه اون خودش از رحمت الله کافر محروم و دور می باشد. زیرا که پیغمبر در حدیثی که امام بخاری روایتش میکند از حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها است که رسول الله گفتند که لا تسبوا الاموات، یعنی که ناسزا نگویید در حق مردگان، دشنام نکنید مردگان را، فانهم قد افضوا الى ما قدموا، پس هر آینه گفتن مردگان رسیدن به نتیجه اعمالشون، انسانهای مردگی رسیدن، پس جایز و درست یا که خوب نیست که اونها را ما باز دشنام کنیم و باز حقارت و ناسزا در حق مردگان بگوییم. اما کافر بمرد در این صورت لعنت کردنش جایز است که لعنت کرده شود، یعنی که حتمی نیست، جایز است. اما زنده باشد کافر لعنت کردنش جایز و درست نمی باشد. خب این بود خلاصه درباره لعنت کردن و لعنت گفتن که متاسفانه در این شب و روز این سخن لعنت که لعنت کرده الله و لعنت الله بر فلان و لعنتی و خلاصه این گپا در شبکه های اینترنتی زیاد شنیده می شود، دلالت به بیخبری صاحب و گوینده این سخنها می کند، یا گوینده این سخنها خیلی انسان پر جرأت و پر معصیت و پر غیرت است که از الله و از عاقبت کارش نمی ترسد، این سخنها را زیاد به زبان می آورد. اما کسانی که صحبت بنده سخن بنده را میشنوند هیچگاه لعنت گفتن را به زبان خودتان عادت نکنانید، زیرا اینکه ضررهای بسیار دارد. حالا در حدیث میخوانیم که انسان لعنت گوینده از چی چیزها محروم می شود. حتی کافر تو لعنت گفتن نمیتوانی، حال ظالم را و یا که شخصان مسلمان را و مردگان را مان برود که با اسلام مردگی هستند، تو یک ظالم را، یک کافر را نمیتونی لعنت بگویی با عینش، یعنی نامش گرفته و معین کرده لعنت کردن ناجایز و نادرست می باشد. خب میگذاریم به قسم حدیث ها. پس جوان ها باید بیدار شوند در این مسئله، زبانهایشان را با لعنت گفتن و لعنت کردن عادت نکنانند که از بسیار چیزها محروم می شوند. حالا می بینیم که از چی چیزها محروم می گردند. پس میگذاریم در قسم حدیث ها. اولین حدیثی باب حرام بودن لعنت کردن انسان معین یا چارپا، این حدیثی 1550 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1550 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی زید ثابت ابن الضحاك الانصاری رضی الله عنه، یعنی که از ابو زید ثابت ابن الضحاك انصاری رضی الله عنه و هو من اهل بیعت الرضوان قال، که همین ابو زید ثابت ابن الضحاك انصاری از اهل بیعت رضوان بود. این بزرگوار میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. در زیر این، در داخل این حدیث چند مسئله های مهم یادرس و ذکر می شود. میگه رسول الله گفتند، اولین مسئله که رسول الله گفتند من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبة متعمدة فهو کما قال. این اولین مسئله این حدیث است، یعنی هر انسانی که
سوگند یاد بکند. هر انسانی که قسم بخورد به دین غیر از اسلام بر دروغ یا با قصد و با عمد، فهو کما قال، پس اون انسان همون گونه که میگوید انا همون طور است. یعنی چی؟ یعنی یک انسان وقتی که یک کار رو میکند تو براش میگویی که نه این کار نشده است یا تو نکرده ای یا تو دروغ میگویی، قسم خوریش ده میگوید اگر من دروغ بگویم من مسیحی شوم، الله پناه بتید، مثلا میگوید مسیحی شوم یا یهودی شوم، یا میگوید که ایمانم از کافر، یا یعنی خودش را نسبت میدهد به دینی غیر اسلام، به دین غیر اسلام نسبت میده. میگه اگر که من دروغ بگویم من فلان شوم. اگر که واقعا این انسان دروغ گفته ایستاده باشد پس انا همون گفتگیش میشود. رسول الله گفت فهو کما قال، پس اون انسان همون گونه که گفت انا همون طور میشود. یعنی که اگر دروغ گفته ایستاده باشد پس مسیحی میشود، زیرا اینکه دروغ قسم یاد کرد. اگر یهودی گفتگی باشد یهودی می شود. اگر گفته باشد ایمانم از کافر، الله پناه بده. اینها عملهایی، اینها سوگندهایی خطرناک هستند که انسان در قسم خوریش خودش را نسبت به دین غیر اسلام داده بر دروغ و بر قصدانه قسم بخورد. پس اون چی طوری که گفتگی است انا همون طور می شود. این اولین مسئله بود که قسم یاد کردن به غیر اسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که صحیح بخاری و مسلم روایتش میکند از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما است که درباره قسم خوردن که ما اگر حالت شد باید قسم بخوریم، چی طور قسم بخوریم؟ رسول الله میگوید که من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت، یعنی هر کسی که قسم میخورد پس باید قسم را با نام الله بخورد، قسمش باید با نام الله جل جلاله باشد. یعنی قسم به غیر نام الله نخورد که خطرناک و عمل بسیار ناشایسته و ناخوب می باشد. پس این بود اولین مسئله این حدیث. اکنون میگذاریم در دومین مسئله این حدیث. در اینجا همچنین میخواهم چیزی را یادرس کنم براتون که اگر اون انسان قسم به غیر دین اسلام بخورد، اگر دروغ گفتگی باشد، دروغ قسم بخورد، پس یهودی گفته باشد یهودی می شود، نصرانی گفتگی باشد نصرانی می شود. آن چیزی که گفتگی است انا همون چیز می شود اگر بر دروغ قسم بخورد. اما اگر راست باشد و این قسم خوردگی باشد، یعنی که راست گفته ایستاده باشد و بگوید که مثلا یک کار کردگی هست، بگوید که اگر نکرده باشم من مسیحی گردم یا یهودی گردم، گفته قسم خوردگی باشد و باید توبه بکند از این گناه بزرگی که این انسان انجام داده است. از این گناه باید دوری بجوید، یعنی قسم خوردن غیر الله جل جلاله. خب این بود اولین موضوع این حدیث. و دومین موضوع حدیث در دوام حدیث میگوید که و من قتل نفسه بشیء، یعنی هر انسانی که خودکشی بکند، و من قتل نفسه، هر انسان خودکشی بکند به چیزی، عذب به یوم القیامت، اون انسان عذاب داده می شود در روز قیامت. در روز قیامت اون انسان به همون چیزی که خودش را کشته است به همون چیز عذاب داده می شود. یعنی چی؟ یک انسان خودش را قتل بکند به مثلا کارد رگان دستش را یا رگ گردنش را بزند، در روز قیامت عذاب اون همین رگ زدن است که فقط رگاش می زند. یا یک انسان اگر زهر خورد در روز قیامت با همون عذاب اون زهرخوری است که فقط زهرش میتیان زهر میخورد. یا یک انسان خودش را آویزان بکند به دار بکشد، همون طور عذاب اون به دار کشیدن است در روز قیامت. یا یک انسان خودش را در این دنیا آتش بزند بکشد، در روز قیامت عذاب اون همون آتش است که آتش زده می شود. یعنی انسان وقتی که خودکشی می کند، هر چی طریق خودش را بکشد،
در روز قیامت با همون طریق عذاب کرده می شود. یا یک مسئله دیگری که مسئله انتحاری کردن و مسئله خودکشی کردن در بین مردم می روند، بعضی ها خودشان را می ترکانند که این حرام و نادرست است، که این جایز نمی باشد در دین، این حرام است. وقتی که انسان این کار را بکند در روز قیامت عذاب اون هم ترکاندن است که خودش را می ترکاند و باز هم خودش را می ترکاند. پس ترکاندن که انسان خودش را برده در بین دشمن بترکاند، این حرام است و ناجایز است و نادرست است. کسانی که فتوا میدهند از تاریخ اصحاب گرفته که فلان صحابه فلان بین دشمن ها در آمد و فلان کار را کرد، این قیاس های کردگیشان باطل است. این مسئله انتحاری یا استشهادی که میگویند خودشان رو میبرند در بین مردم میکفانند، این حرام و ناجایز و نادرست میباشد. پس انسانی که خودش را با این طریق میکشد در روز قیامت عذاب اون انمون کفاندن و ترکاندنش است. که خودکشی در اسلام حرام میباشد. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 29 میگوید که ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، یعنی که شما نفسهای خودتان را به کشتن ندهید، شما خودتان را نکشید. ان الله کان بكم رحیما، الله سبحانه و تعالی نسبت به شما بسیار مهربان می باشد. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 195 می گوید که ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، یعنی که شما به هلاکت ناندازید خودتان را با اختیار خودتان. و احسنوا، الله می گوید که شما نیکی بکنید. ان الله یحب المحسنین، الله جل جلاله نیکوکاران را دوست می دارد. پس خودکشی کردن در اسلام حرام و نادرست می باشد. پس انسان به هر چیزی که خودکشی می کند در روز قیامت عذاب اون انسان همون چیزی است که خودش را در دنیا با همون طریق به خودکشی داده است. این دومین مسئله این حدیث است. و سومین مسئله این حدیث میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید ولیس علی رجل نذر فیما لا یملکه، یعنی که نذر کردن انسان درست نمی باشد با آن چیزی که مالکش نیست. یعنی که تو مالک یک چیز نیستی، تو بگوی که من فلان چیز را نذر میکنم. نذر یعنی یک چیز را در گردنت واجب گرداندن. مثلا تو یگان گاو نداری، گاوی همسایه را میبینی میگوی اگر که مشکلات من حل شود، از مشکلات من خلاص شوم، پس همین گاوی همسایه را نذر میکنم. پس این نذر نشد، این نذر نمیشود. چرا؟ زیرا اینکه تو مالک آن نیستی. یا تلفن یک کس را میبینی میگه اگر که من از فلان مشکلی خلاص شوم، تلفن همین آدم را نذر میکنم، صدقه میتیمش به یگان کس. اگر که تو از اون مشکلات خلاص شدی، این نذری کردگی تو در گردن واجب نمیشود. چرا؟ زیرا اینکه تو مالک آن نمی باشی، یعنی تو مالکش که نیستی، از این حساب تو در گردنت واجب نمی باشد برآوردن اون چیزی که مال تو نیست. و در مسئله نذر کردن عموما معلومات مختصرا همین است که نذر کردن حکمش مکروه است. زیرا که در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکند از ابن عمر رضی الله عنهما که ابن عمر میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این النذر لا یأتی بخیر، یعنی نذر کردن هیچ خیر و نیک را برای انسان نمی آرد، یعنی تقدیر انسان را تغییر نمی دهد نذر کردن. و انما یستخرج به من البخیل، و تنها به وسیله نذر کردن چیزی از دست بخیل بیرون می آید، بیرون برآورده می شود. یعنی انسان بخیل مالش را وقتی که صدقه کرده می شود با طریق بخل و با طریق شرطگذاری پس مالش را صدقه می کند.
در عموم حکمی نظر کردن مکروه است. اما وقتی که انسان نظر میکند، بعد از نظر کردن نظرش را نگاه کرده به سه حالت تقسیم کرده می شود. یکم نظر اطاعت، نظر اطاعتش میگویند مثلا یک انسان میگوید اگر فلان کار من بود شود، من 1 ماه روزه میگیرم یا صدقه میدهم یا عمره میکنم یا حج میکنم. اگر چنین نظرها را که کرد، پس در این صورت باید این نظرش را وفا بکند، باید وفا بکند، در گردنش واجب است وفا کردنش. زیرا که در حدیثی که امام بخاری روایتش میکند از مادرمان عایشه رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من نذر ان یطیع الله فلیطیعه، یعنی هر کس نظر بکند که اطاعت الله را میکند، یعنی نظر کند که روزه میگیرم، زکات میدهم، حج میکنم و صدقه میدهم، یعنی این طاعت عبادت است. هر کسی به این طور نظر کرد، یعنی همین چیز را در گردن خودش واجب گردانید، پس اون انسان میگه باید اطاعت بکند، باید این کاری گفتگیش را انجام بدهد، در گردنش واجب میگردد ادا کردنش. پس این یکمین نوع نظر است. دومین نوع نظر معصیت است یا همون نظر حرام. یک انسان میگه اگر من از فلان مشکلی رها شوم، مثلا یک گناه را بگوید من میکنم، الله پناه بتید، مثلا بگوید شراب مینوشم یا چند کس شراب میتیم یا که زنا میکنم بگوید یا که دیگر کارهای گناه را بگوید من میکنم اگر از فلان مشکلی خلاص شوم، این هم نظر میشود، اما این نظر حرام است، در گردنش واجب نمی باشد ادا کردنش، یعنی که در گردنش واجب است که این انسان دوری بجوید. زیرا که در همون حدیثی که امام بخاری از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکند، میگوید حضرت عایشه گفتند که رسول الله میگوید و من نذر ان یعصیه فلا یعصیه، یعنی هر کسی که نظر بکند که گناه و معصیت میکنم، پس نباید گناه و معصیت را انجام بدهد. پس در گناه و معصیت اگر انسان نظر کرد، باید دست بکشد از آن گناه و از آن معصیت، نباید انجام بدهد. و سومین نوع و سومین نمودی نظر، این نظر قسم می باشد، به مثل قسم، نظر است که به مثل قسم. مثلا یک انسان رو میگویی فلان کار رو تو نکرده ای، اون به خاطر تأیید قولش میگوید اگر نکرده باشم 1 ماه روزه در گردن من فرض، یا 1 ماه روزه بر گردنم، پس این قسم می شود. در این صورت این نظر حکم قسم رو میگیرد و کفاره قسم را اون انسان انجام میدهد. و دومین نمودی نظر، یعنی همون نظر معصیت و نظر حرام، همچنین حکمش در قول راجح این است که اون کار رو انجام نمیدهد، اما کفاره قسم را پرداخت میکند، بر سر اون انسان کفاره قسم واجب میشود در نظر معصیت و در نظر حرام همچنین. پس این بود انواع نظر. و یک نمود نظر دیگر هم است، نظر مطلقش میگویند، یعنی یک انسان به شرط و قید میگوید من 1 ماه روزه میگیرم، یا میگوید که من 1 گوسفند صدقه میکنم، 1 گاو صدقه میکنم. وقتی که این طوری که میگوید، این هم حکمی قسم را میگیرد، زیرا که حدیثی که از عقبه ابن عامر در صحیح مسلم است که راویش عقبه ابن عامر رضی الله عنه است که میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کفاره النذر اذا لم یسمى کفاره یمین، یعنی کفاره نذری که معین نشده باشد کفاره سوگند است. یعنی که وقتی معین نکرده باشد انسان که چرا اون کار رو میکند، فقط گفته باشد که 1 ماه روزه میگیرم، در این صورت کفاره سوگند، کفاره قسم میسپارد و این مسئله ساقط میشود از گردن اون انسان. پس این بود سومین مسئله که در این حدیث راوی آورده است که رسول الله میگوید که ولیس علی رجل نذر فیما لا یملکه، یعنی که نظرش نادرست می باشد، نظرش بی اساس می باشد، انسان نظر کند آن چیزی را که مالکش نمی باشد. و آخرین مسئله اکنون
ربط دارد به موضوع باب و لعن المؤمن که قتله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که لعنت کردن انسان مؤمن به مثل قتل کردنش است. یعنی یک انسان رو وقتی که لعنت میکنی به مثل خون اون انسان را ریزاندن. چطور که یک انسان را کشتن چقدر گناه و معصیت دارد، پس لعنت کردن یک انسان معین و یک انسان مؤمن معین به مثل قتلش است که گویا تو اون را به قتل رسانده باشی. نباید یک انسان معین را لعن بکند، زیرا اینکه علما میگوید که فَإِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَأَنَا، مثلا اگر که انسان همین کار را انجام بدهد، لعنت کردنی یک شخص معین را گویا که اون انسان را به قتل رسانده است. این ناجایز و نادرست می باشد. این حدیثی متفق علیه می باشد. پس اولین گناه لعنت کردن شخص معین همین بوده است که گویا که خون یک انسان را ریزانده است. پس شنوندگان و کسانی که صدای بنده به گوشتان میرسد، از لعنت کردن دوری بجوید که گناهش به مثل خون یک انسان را ریزاندن است، یعنی که گناه کبیره می باشد. این بود حدیث 1550 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1551 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1551 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، یعنی که رسول الله میگوید که شایستن نمی باشد، نمی زیبد برای انسانی که راستگو هست، انسان صدیق در نمی زیبد، برای انسان صدیق شایستن نیست ان یکون لعانا، این که بسیار لعنت کننده باشد، که لعنت بگوید. یعنی برای مؤمن واقعی لعنت گفتن بسیار نمی زیبد، شایستن نیست، خوب نیست که انسان بسیار لعنت بگوید. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. پس این حدیث دلالت میکند که انسانی که بسیار لعنت میگوید از درجه صدیقی محروم میشود. از درجه صدیقی اون انسان خودش را با این زبان بدش که لعنتگو هست خودش را محروم میگرداند از درجه صدیقین. این بود حدیث 1551 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1552 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1552 میگوید که از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لا یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامة، یعنی که انسانهایی که بسیار لعنت میگویند اونها شفیع شدن نمیتوانند، اونها شفاعتگر شدن نمیتوانند، ولا شهداء یوم القیامة، و همچنین انسانهایی که بسیار لعنت میگویند اونها گواه شده نمیتوانند در روز قیامت. هر انسانی که بسیار لعنتگو است، ببینید این ضررهای لعنت است برای انسان گویندهش. یکم ضررش این بود که اون انسان به مثل یک انسان را کشتن گناه در نامه اعمالش نوشته می شود، چی اون کسی را لعنت میگوید مسلمان باشه چی کافر، به مثل یک انسان را کشتن گناه میگیرد. این یکم گناهش. دوم گناهش از درجه صدیقین محروم می شود انسان لعنت گوینده. این دومین ضرری لعنت گفتن. و سومین ضرر لعنت گفتن که رسول الله میگه لا یکون لعانون شفعاء،
یعنی که در روز قیامت هر مؤمن به اندازه شفاعتگر است، شفاعت میکند برادرش را، دوستش را، پدرش را، مادرش را، زنش را، فرزندش را، هر کسی را شفاعت کرده میتواند. و انسانی که بسیار لعنت میگوید و انسانی که لعنت گوینده هست، همیشه در زبان اون انسان لعنت است، این انسان از همین شفاعت کردن محروم میشود. این سومین ضرر لعنت گفتن است که این انسان در روز قیامت هیچ کس را شفاعت کردن نمیتواند، از این درجه محروم میگردد. و چهارمین ضرر لعنت گفتن ولا شهداء یوم القیامتی، یعنی انسانی که بسیار لعنت میگوید شهید نمی باشد یا گواه نمی باشد در روز قیامت. یعنی در روز قیامت مردم برای پیغمبرانشان شهادتی میدهند که ای الله، پیغمبر ما تبلیغ کرد دین تو را. پس این انسانی که بسیار لعنت میگوید از این گواهی دادن و شهادت دادن برای پیغمبرش در روز قیامت محروم میگردد. این هم ضرر است. بعضی عالمان میگوین ولا شهداء، یعنی چی؟ یعنی که میگوین انسانی که بسیار لعنت میگوید اون انسان شهید نمیمیرد. از این دست ضررهای کلان. ببینید یک لعنت گفتنی که هیچ فایده به تو نمیارد به تو این قدر ضررها رو میارد. یعنی که در روز قیامت گواه شده نمیتوانی بر پیغمبرت که بگوی الله پیغمبر من دین تو را درست و سالم تبلیغ کرد. و همچنین بعض عالمان میتونن بگن پنجم ضرری لعنت کردن این است که اون انسان دیگر شهید نمیشود، شهید نمیمیرد. انسانی که بسیار لعنت میگوید اون انسان شهید نمیمیرد، از درجه شهادت محروم است و از شهادت دور است. الله پناه بدهد از لعنت گفتن و لعنت کردن که این قدر ضررها برای گویندش می آرد. این حدیث را رواه مسلمون، امام مسلم روایت کردگی است. این بود حدیث 1552 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1553 کتاب ریاض الصالحین است که این حدیث را درس آینده انشاءالله خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم. بار دیگر یادرس میکنم ببینید تا اینجا حدیثایی که ما و شما خواندیم شنیدیم، لعنت گفتن 5 ضرر برای گویندهش می آورده است. پس برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، زبانهایتان را به لعنت گفتن و لعنت کردن عادت نکنانید که این ضررها را بالای شما خواهد آورد این زبان بدتان. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.